سلام هموطنان عزیز ما، امیدوار هستیم که هر کجای دنیا هستین جور صحتمند باشین. در قدم اول سال نو همه ما برای شما تبریک میگیم. انشالله یک سال پر از خوشی و موفقیت و صحتمندی برای همه شما عزیزان آرزو داریم. تور اروپای عکا صدرالدین بالاخره با پایان رسید و دیشب در شهر زیبای هامبورگ بودیم که واقعا یک کانسرت همونطور نافراموش شدنی بود و همه مردم شکر خدا که راضی بودن و بگویم برتان سولد اوت بود دیگه. ما خواستیم از نوبه خود بازم تشکری کنیم از همه دوستا و نازنینایی که در برنامه اشتراک کردن و در بسته تور اشتراک کردن و به خصوص عکا صدرالدین ما را تشویق کردن، حمایت کردن. بازم جهان سپاس. تشکر عبدالله جان. درود و سلام به همه عزیزای نازنین که لحظه ما را میبینن و بسیار خوشبخت هستیم که بالاخره با کنسرت آخری هم رسیدیم و شب بسیار پرخاطره بود. یک تشکری خاص میخوام به مردم عزیز و نازنین هامبورگ بکنم که دیشب یکی از شب‌های چی میگم پرقدرترین سال خطی ما گذراندن، در کنار ما بودن و هیچگاه برای ما فراموش نمیشود. و این چنین از شهرهای دیگه هم که ما مهمان بودیم، از استکهلم شروع کردیم. تشکر از استکهلم، تشکر از آمستردام، تشکر از شتوتگارت، تشکر از اسن، تشکر از فرانکفورت، تشکر از هامبورگ. و گفتن همونه که ما بسیار شب‌ها و روزهای فراموش نشونده بود برای ما و بعد از سالهای طولانی که ما نبودیم در اروپا اومدیم بازم استقبال گرم شما را داشتیم عزیزای نازنین. خدا کنه که همیشه شما را در خود داشته باشیم و ما کوشش میکنیم که این گنج به بهار از دست هیچ وقت ندیم و نگفته هم نمونه که این تور به زحمت این برادرای عزیز هیچ نگفتنی بود. زحمت اساسی ها در پشت پرده عزیزان میکشند و من بسیار خوشبخت هستم که با یک تیمی بسیار موفق و یعنی پر انرژی همکاری میکنم و خدا کنه که این سرجمی ما را هیچگاه خدا هم پریشان نسازد. و ما جدا از همشون تشکر میکنم از مصطفی جان عزیز که منیجمنت برنامه را داشت و در پشت برنامه بسیار زحمت میکشید و ما شاهد بودیم که چقدر جگرخونی میکرد و دعا میکنیم که همیشه در زندگی سلامت باشه همه پیش. از این کنسرت به بعد دیگه سلامت نیست. زنده باشی مصطفی می‌داریم. ما یک جای افتخار بود که برای عکا جان منیجمنت شو بکنیم که شامانگی کنیم که کمک کنیم گروهی برای همه تیم کوشش کنیم که راه حل یافت کنیم و خدا کنه که شما ناراحت از ما نباشه باشید. اگر کدام کمبودی و رسیده باشه با کنسرت‌های آینده بخیر کوشش میکنیم که بهتر بکنیم ان شاءالله. مشتاق جان در بخش درام خطی با همکاری داشت، بسیار خوشبخت بودیم. مشتاق جان کیف میکردیم از اون بسیار تعریفات از عکا الهام میشنیدیم که باز همکاری دیگه است. در همکاری باید بهتر میفهمیم. افتخار بخشی برای ما. زنده باشی که از خود ایران از گناگون ما رو آوردیم برای ما کمک مصطفی جان. واقعا من جا داره به عنوان یه فارسی زبان سال نو رو تبریک بگم و باز تشکر از هامبورگ عزیز، از کل تور اروپا که زحمت کشیدن تشریف آوردن. خیلی خوش گذشت همراه شما دوستان و اینکه یه تشکری ویژه از عکا الهام، فرزاد جان، مصطفی جان، عکا صدرالدین، عبدالله جان و مامون عزیز و جناب نبی عزیز باعث افتخار بود که در شما سازنده اینچنین از فرزاد جان عزیز برادری عزیز نازنین ما که در بخش کیبورد خطی ما همکاری داشت و اینچنین در پشت صحنه هم بسیار کارهای دیگر را زحمتش میکشید و به نهایت می‌نداریم فرزاد جان قربان جان ان شاءالله که همیشه در کنار ما باشی، همکاری ما ابدی باشه. ان چه گفتنی باشی بگو. تشکر. فقط سال نو تبریک میگم به دوستان. تشکر. شما خودت کانادایی هستی دیگه، انگلیسی بگو. نه موجوده دیگه شاید کدام کمی پاسی بوده باشه از طرف من بازم باشه. امروز چای با مصطفی جان است. برنامه چای با مصطفی است. برای عبدالله جان بسیار تشکر زیاد با مامون جان و آقای مامون جان میبینیم. یک تشکری خاص عکا الهام که زحمتی به نهایت و
ولی اکه ایران بود به خاطر که راهبر موسیقیش و تمرین‌ها همیشه از همه زیادتر عصبانی میشوند. آفرین. بله. متاسفانه کنار من هم هست در استیج. استیج هم مگم it's okay. It's okay. اکه ایران جان. شما کاملا کنید جان. اینجا باشین. شما که هستیم ما هستیم. اینجا باشین. تشکر زیاد. فیصل جانی نازنین در اینجا هست. در بخشی تبلیغ، در بخشی میدیا، سوشال میدیا بسیار واقعیت زحمت کشید و این چنین نگفتن همون اگه بسیار گرافیک خوب بسیار بهترین جان باشه عبدالله جان حمدالله کیمو برادری بسیار قند پر انرژی. دوستش می‌دارم مثل که فکر میکنم که ما از یک پدر و مادر هستیم و خدا کم نکنه عبدالله جان بسیار کیف کردیم باور کن ما از عبدالله جان اون چیزی که فکر میکردم از اون زیادتر یعنی دیدم قربان شما زنده باشیم آرزو میکنیم که همیشه با هم باشیم در کنار هم باشیم حکا جان گل سال نو بازم به همگی تبریک میگم امید است که یک سال پر از خوشی و موفقیت و صحتمندی همتون داشته باشین واقعا تو رو ما به بسیار خوبی و خوشی و بسیار سلامتی خوب تیر شد و ما شکرگزار هستم از پروردگار که همه چیز به خیر و به خوبی تیر شد و بازم از تمام عزیزا و نازنینایی که همراه ما بودن تشکری میکنم از فیصل جان گل از اکه الهام نگفتن اما خدا کمش نکنه واقعا که رهبر گروه ماست و بدون اکه الهام هیچ چیز نمیشه هیچ نمیگم و فضل جان گل که در بخش کیبورد واقعا و در بخشای کارهای تکنیکی و همه مسائل دیگر بسیار مواظب می بود و همیشه فکرش در همه جای می بود بازم ازش تشکری خاص میکنم از مجتبی جان گل که نه تنها اما یک انسان بسیار خوب است بلکه بسیار یک آدم خوشتیپ و مقبول و بگویم یک درام نواز بسیار موفق که واقعا برای ما افتخار بود که مجتبی جان با خود داشتیم خب از مصطفی جان گل تشکری میکنم که در بخش منیجمنت واقعا نگفته نمونه که ماما و خواهرزاده هستن حالا ما تعریف کنم شاید همه بگن به خاطر مامایش از تعریف میکنم ولی ما یقین دارم که کلتان همراه ما هم نظر هستین که با منیس منیجمنت واقعا بسیار زحمت کشیدن بسیار تب تلاش کردن و همچون یک مسئولیت بسیار بزرگ در بالای شانهشان بود که واقعا یعنی از نظر ما تا آخرین نقطه زحمت خودم میکشیدن که همه چیز به خوبی تیر شد نه تنها به صفت پرزاده بلکه به صفت یک نوازنده از این گروپ واقعا ما شکرگزار بودم و هستم که همراه ما بود و انشاءالله همراه ما میباشه و اکه جان گل یعنی که مصطفی جان هم میتونیم بگیم که نوازنده هم بود ما درباره مومون جان میخوام گپ بزنم صد از اکه جانم تشکری میکنم از مومون جان گلم تشکری میکنم که همراه ما بودن و برای ما افتخار بخشیدن از اکه نبی جان گل هم از آمدها را اکه جان میبخشید و خدا کمت نکنه من نگفتارم آنم مومون جانم ما بسیار افتخار برای ما بخشید که در این طور در کنار ما بود بسیار یک انسان خوب از همه پیش انسان خوب و درباره موزیسیانیش من دیگه چیزی نمیگم به خاطر که اون چیزی که درباره عبدالله جان گفتم از او زیاد هم کده از مومون جان دیدم و به نهایت افتخار میکنم که با این خیلی هنرمند حرفه‌ای همکاری دارم خدا کنه که این همکاری ما دوستی ما ابدی باشه مومون جان تشکر که درباره ما بودی در این طور زحمت کشیدی قربان بازم نه تنها از طریق وظیفه‌اش بود که اجرا از وظیفه‌اش زیاد کرده برای ما اجرا کرده تو زنده باشید قربان شما تشکر برای ما واقعا جای افتخار بود همیشه موسیقی تانه که من میدونم کنسرت ها را که من میدونم گفتم واو چی یک ساز چی یک موسیقی چقدر خوب میشد که اگر ما یک روز برسه که هم شریکشان شوم و بسیار یک جالب است که همین اولین اعلان تورتان که شد من که دیدم اگر صدرین من این تاریخ ها را دیدم گفتم واو چقدر جالب گفتم چی کار شد که من یک رقمش شریک شوم که وقتا دیگه در فکر از این نبودم که بیس چیز اگر گیتار بنابرم چقدر خوب میشه
والا اینا تا شد که چند ماه بعدش که تلفن مصطفی جان آمد که نتوان چی شویم که قسمت نصیب اینا بود که خدا خواست که همراهتان معرفی شوم و ما دیگه یعنی بخی با ما خوشبخت‌ترین انسان هستم که این رقم همراه شما معرفی شدم، عقیلان معرفی شدم، فرزاد جان معرفی شدم، مصطفی جان بارا یک دفعه دیده بودیم 2017 ما شما با 2016 بود 16 دیدم در پاریس در یک کنسرت که شد و همین که گفتم مصطفی جان هم هست معناس یعنی بسیار یک بند قوی نام خدا و ما یعنی تو احساس رو میکنم که بین هفته یک پیشرفت دوام کردیم و انشالله ادامه میکنیم ادامه بدیم. خصوصا که عبدالله جان از طبلا آمد سر کانگر عبدالله جان والدین بسیار زحمت کشیده حال آینده تغییرات هایی که میبینید اکو عبدالله جان دیگه طبلا را فکر کنم که گذاشت کنار. گذاشت دیگه کنار رو دیگه تکتیما دیگه کانگه نواز شد و همچنین یک تشکری خواست اکی نبی جان اکی نبی جان جان به اکی نبی جان این تور یعنی که یکم معنی نداشت نفس همه ما بوده بله هم نفس باور کنید همیشه هر چیزی که فکر میکنی که سو باید بله فکر کنیم که فرق نکنه نمیجون پیش بله ما فکر هر چیزی که بگی اکی نبی جان دیگه بیشتر با سر جواب میدن تا با زبان ولی بسیار همیشه هر چی ازش پرسم کنی و هر چی دم دستکولش پیدا میشه و یه نشان اینجا سیگار روشن نکنین آتش نزنین کنار اکنبی گذاشته بازم من خصوصا تشکری میکنم از استیج ایونت همگی ما فکر کنم شکیب جان که اونها کنسرت ها را گرفته بودن سالونای بهترین سالونا را گرفته بودن فکر کنم در سالون فرانکفورت در ویسبادن بغیر از لیلا فورول گوگوش دیگر هیچ کس از این افغانای ما یا فارسی زبانای ما کنسرت نگرفته بود با اون سالون بغیر از اون سالون ها دیگر سالون ها بوده که شکیب جان گرفت بازم از شکیب جان از استیج ایونت یک تشکری میخواد خدا بخواهد که در آینده کنسرت های دیگه اکا جان پس باید طرف اروپا که بخیر کنسرت های دیگر هم پیش ببریم من اگر چیزی گفتنی ندارم شما اگر چیزی گفتنی دارین؟ من فقط یک تشکری از عزیزایی میکنم که در کنسرت اومدن ما را سپورت کردن ما را دستگیری کردن ما همه شما را دوست میداریم بدون شما این همه زحمت های ما هیچی بود لیکن شما اومدین ما را در کنار ما بودین ما را انرژی دادین ما برای کارهای آینده یعنی باز قدرت توانایی گرفتیم که ان شاء الله کارهای خوب و خوبتر برای شما انجام دیم و باز با دیدار شما الله بزرگ ما را رسوند ان شاء الله. سال نو